سلام خدمت تمام دوستان و عزیزان. اینجا درکه است و ورودی درکه تقریبا از این کوچه میرسیم به سمت کوه و تا ایستگاه پلنگچال. یه جایی هست که عود میفروشن. من هر چقدر تعریف کنم شما بوی این عوده رو نمیفهمید و من هر چقدر بگم عوداش خوبه، عوداش قشنگه، عوداش حال میده با آدم، عوداش آرامش میده، هیچ کس نمیتونه درک کنه به غیر از کسی که بیاد اینجا عود بخره و بوی عود رو حس کنه. خیلی از چیزا تو زندگی همینطوریه. ما خیلی چیزا رو میگیم ولی حسش رو نمیتونیم منتقل کنیم، پس باید خودتون درک بکنید، خودتون باید این عوده رو بگیرید و روشن کنید و حسش رو درک بکنید. شاد باشید.